سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما دوستان عزیز. جلسه 25 از آموزش 0 تا 100 اتوکد دو بعدی رو در خدمتتون هستم. توی این جلسه میخوام دستور دونات رو به شما آموزش بدم. دستور دونات مثل تمام دستورهای اتوکد به 3 روش میتونیم انتخاب کنیم. یکی از پنل هوم از قسمت درا، اینجا دونات هست، یا اینکه از نوار آبشاری درا دونات رو انتخاب کنیم، یا اینکه در صفحه کلید تایپ کنیم، در کیبورد تایپ کنیم که DO شورتکاتش DO اینتر. خب الان که میخوایم دونات رو ترسیم کنیم، میگه توی کامند لاینمون specify inside diameter of donut، میگه قطر اینساید، قطر داخلی دونات رو به ما بگو. مثلا من میزنم 25. بعد میگه که specify outside diameter of donut، مثلا میزنم قطر بیرونیشو میگه چقدر باشه، من میزنم 30، میزنم 35 اینتر. خب حالا هر جای صفحه تصویر من کلیک کنم برای من به این شکل ترسیم میکنه. این دونات ما هست. خب حالا من میام دوباره DO اینتر میزنم، میگم قطر داخلیم 0 باشه، قطر بیرونیم 35 اینتر میزنم. حالا به صورت یه دایره توپو برای من ترسیم میکنه. یا اینکه میام که DO اینتر، قطر بیرونی داخلی 35، قطر بیرونی هم 35. میبینید که به صورت یه دایره توی خالی برای ما ترسیم میکنه. و خود دونات وقتی انتخابش کنیم به این شکل میتونیم تغییر شکلش بدیم که تو دایره ما نمیتونیم. تفاوتش با دایره تو این هست. خب امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه. ممنون میشم که منو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید، به دوستانتون به اشتراک بذارید. ممنون، خدا نگهدار.